اینجا موضع آتشکده استقلال است. از این مقدستر آتشکده را ما دیگر تصور کردن نمیتوانیم. سزاوار عملی شدن این طرح بنیادی امکان فراهم می‌آورد که بیش از 100 میلیون اهالی منطقه از این آتشکده استفاده کند. چند روز پیش یک اندیشه برادری بسیار خردمند دمان که برای رسیدن به عنعنه‌های ملت سالهای زیاد است تلاش دارد، عبدالقادر عبدالقهار طلبکوف که این شب و روز او را همچون احیاگر عنعنه‌های زردوشت می‌دانند، ابراز داشت در صحیفه سرتاسری اینترنتی که آرزوی شیرین‌ترین او احیای آتشکده زردوشت است. من می‌خواهم به او ایراد گرفته باشم که او در رویاروی همین احیاگری ها این آتشکده بزرگ ملت را گویا فراموش کرد. مقدسترین آتشکده برای ما محض راغون است. بله، آتشکده مقدس که آینده کشور، نسل‌های امروز و پساوندانمان را روشن می‌گرداند. برای رسیدن به آرزوهای هزار ساله ها شرایط و امکانیت پیش می‌آورد و از همه مقدم امکان به وجود می‌آورد که ما آرزوهای هزار ساله خویش را به پرواز بیاریم. انشاءات بزرگی عصر، لایحه بنیادی و کشورساز و ملت‌زای دیار راغون آوازه‌دار است که در رویاروی استقلال مقدس دولت ملی سازندگی های را پیش آوردن دارد که در دوام هزار ساله کتابت تمام رسیده نظیر نداشت. ولی این شب روز که ما با جشن بزرگ ملی اما به استقلال دولت ملی تیاری میبینیم، سوال در اینجا مرا به تشویش آورده ایستاده است که آیا ما به قدر این رسیده ایستاده ایم و آیا در آینده هم می رسیده باشیم؟ چند روز پیش یک اندیشه برادری بسیار خردمند دمان که برای رسیدن به عنعنه‌های ملت سالهای زیاد است تلاش دارد، عبدالقادر عبدالقهار طلبکوف که این شب و روز او را همچون احیاگر عنعنه‌های زردوشت می‌دانند، ابراز داشت در صحیفه سرتاسری اینترنتی که آرزوی شیرین‌ترین او
احیای آتشکده زردوشت است و من در اندیشه ماندم که چرا این برادری ما که در وقتش ما هم فکر بودیم، همکار بودیم، حتی او یکی از نخستین هواداران ادبیات است که به اثرهای من توجه ظاهر کرد. حتی سال 2001 یعنی 23 سال مقدم در نخست رمن من که برای من بسیار عزیز است، اثر کلان حجم با نام دیوانه، توجه مخصوص ظاهر کرده، حتی در تلویزیون صبح مملکت نمایش هم سازمان داد. من از خرد او پشتیبانی میکنم، او را دستگیری می نمایم و همیشه آرزو میکنم که او به آرزوهای شیرین خود رسیده باشد. ولی این لحظه من میخواهم به او ایراد گرفته باشم که او در روی همین احیاگری ها این آتشکده بزرگ ملت رو گویا فراموش کرد، نشناخت، یا نمیدونم این رو با شهر رو توضیح دادن امکان باشد. ولی به هر حال من در اینجا وقتی که 15 سال باز همراهی بنیادگذاران کاخ نور چسب و تلاش دارم، شاهد قامت راست کردن این کاخ نوری کشورم و استفاده دور اولی این کارخانه بزرگ و بنیادی و کشورساز ملت‌زا را شاهد شدم و امروز میبینم که موافق به تمام طلبات‌های زمان و معیارهای بین الخلقی فعالیت کرده ایستاده است. گمان میکنم از این مقدستر آتشکده را ما دیگر تصور کردن نمیتوانیم و پیدا کردن نیست، چون که این انشاءات بزرگ بنیادی معجزه های پیش می آورد، امکانیت های را برای ساکنان کشور تأمین می نماید که تا به دست آمدن استقلال دولت ملی ما این را حتی تصور کردن نمی توانستیم. روغون معجزه است، معجزه‌ای که نظیرش را تاریخ بشریت کم یاد دارد، خاصت در زمان کمبود نارسایی‌های زیادی مالی و اقتصادی، خشونت‌های خرد و بزرگ منطقوی و جهانی. پیش گرفتن چنین عمل خود معجزه است و در این راستا این معجزه بزرگ عصر باز ده‌ها، صدها، شاید اگر جدی به این عمل ما مشغول شویم هزارها معجزه دیگر به بار می آورد که تاجیک و تاجیکستانی را شهره جهان می گرداند و برای امروز و آینده ها تمام شرایط امکانیت های آرزوگی فرزان و فرزندانی از قدیم تا قدیم را تأمین می کند. برای همین مقدسترین آتشکده برای ما محض روغون است، چون که گرمی و روشنایی محبت زای این کارخانه بنیادی و کشورساز و ملت‌زا به تمام ساکنان کشور میرسد. به خاندان تاجیک و تاجیکستانیان به طور همیشگی خدمت میکند، زندگی ما را گرم، روشن و منور نگاه میدارد و از این مقدمتر بعدی به طور پره ساخته مورد استفاده قرار گرفتن روغون در مکتبی به وجود آورده این کارگاه بزرگ در رودخانه بخش و پنج و زرافشان و دیگر دریاهای خرد و بزرگ دیگر باز دهها شاید صدها نیروگاه‌های خرد و بزرگ ساخته مورد استفاده قرار میگیرند. محض در مکتبی به وجود آورده این کارگاه بزرگ و آینده با پشتیبانی مالی آن که تاجیکستان در بازار ساحوی منطقه موقع پیدا کرده و خزینه ملت و میهن فایده بزرگ مالی پیش می آورد، در اینجا راه اندازی می شوند و آرزوهای ازلی فرزان و فرزندان کشور به پرواز می آیند. روشنی و گرمی محبت زاش در مد اول. شما تصور کنید که نه تنها تاجیک و تاجیکستانیان از این عمل خیر و نیک در آینده گرم و منور عمل میکنند یا استفاده میبرند، بلکه در آینده سزاوار عملی شدن این طرح بنیادی امکان فراهم می‌آورد که بیش از 100 میلیون اهالی منطقه از این آتشکده
استفاده کند. بله، این عمل ماندگار، این طرح سازنده و بنیادی خواست خداوند است که به پی قدم استقلال نصیب ما گشت. از این رو ما این عمل را معجزه استقلال نام میبریم و باید هر کدام ما تلاش با آن داشته باشیم که در این عمل خیر و نیک با نگاه خود، با عمل خود، با رفتار و گفتار خویش یک ذره هم باشد یک محبتی سازنده و عملهای را پیشنهاد کنیم که در آبادی خانه خود، در زندگی خویش و پیوندان و روشن و منور گشتن عملهای باز هم سازنده بنیادی سهم خود را گذاشته باشیم.